سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که شما را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌کند. امروز دوشنبه 7 ایول است. خبر زیاد است، حالا با چندی از موضوعهای این نشر شناس شوید. جسد یاسمین 2 ساله هم از آب‌های دریای پنج در سرحد با افغانستان یافت شد. جستجوی فرزند چهارم مدینه حلیمова همانا ادامه دارد. اداره آب و کاریز دوشنبه نبودی آب را رد کرده میگوید خانه‌های پایتخت تاجیکستان با آب تأمین هستند. ساکنان بلندآشیانه‌های ناحیه سینا با این گفته‌ها موافق نیستند. خیلی گرانه خدا یکم دا آب هست که سیم چهارم واپشه سیم تاجیکستان آب نیست. و چرا روسیه اول شده حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت شناخت؟ نظر کارشناسان تاجیک در این باره. روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند. کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده امروز گفتند جسد یاسمین عبدالله خانزاده 2 ساله یکی از 4 فرزند مدینه حلیمова را بعد 6 روز جستجوها از دریای پنج پیدا کردند. اما گفتگو لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله ادامه دارد. یک مسئول این کمیته در ناحیه فرخار به رادیوی آزادی گفت که دیروز جسد دختر دیگری حلیمова را در آبهای دریای پنج در ساحل افغانستان پیدا کردند. جستجوی جسد دیگری کلانیش ادامه دارد. فاجعه شب 29 به 30 ایون رخ داد. دادستانی ناحیه فرخار برای به آب پرتافتن 4 فرزندش ضد مدینه حلیمova 27 ساله از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز و خود او را بازداشت کرده است. در همون روز اول فاجعه نجات بخشان با کمک ساکنان محلی جسد محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله را پیدا کرده بودند. مادر این کودکان از آب جان به سلامت برد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک فرمانش وزیر نقلیات این کشور رامان ستروویت را از مقامش برکنار کرده به جایش اندری نیکیتین را سرپرست وزارت نقلیات این کشور تعیین کرد. درباره سبب چنین قرار تفصیلات داده نمی شود، ولی ظاهراً هدف یافتن راه حل در بنبست نقلیاتی است که بعد حمله های صدها درون اوکراینی به وجود آمده است. حمله پهپادها به قلمرو روسیه سبب آن شد که در چندین فرودگاه این کشور پرواز هواپیماها بازداشته شدند. همکارم ملا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. حمله های اوکراینی ها با پهپاد یا درون ها در 2 روز اخیر به پرواز هواپیماها در روسیه آسیب جدی رسانید. بعضی فرودگاه ها مجبور شدند روز 6 ایول در کار خود محدودیت جاری نمایند. از جمله صدها پرواز در مسکو و سنت پترزبورگ بازداشته شدند. وزارت نقلیات روسیه گفت که تا ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو به دلایل امنیتی حدود 400 پرواز بیکار و به مسافران مشورت داده شد که سفرهای خود را با قطار راه آهن انجام بدهند. نماینده وزارت گفت که از ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو در فرودگاه شرمت و 171 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد. دوامی بیش از 2 ساعت 56 پرواز به خارج از این فرودگاه عقب انداخته شد. در فرودگاه پولکووی سنت پترزبورگ که دومین شهر کلانترین روسیه به حساب می رود 90 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد و 37 پرواز دیگر به مدت 2 ساعت به تأخیر گذاشته شد. طبق معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سنت پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام می شد، ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تأخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلیات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سنت پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیط برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلیات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوو، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تامبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپاده که به پایتخت روسیه رسیدند پیشگیری شد، ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سنت پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویاچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون‌های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزد منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپادهای اوکراینی ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش ها محله های اهالی نشین را آسیب رسانیدند. چندین ماه است که در محله های سیرحالی شهر دوشنبه از جمله در گلستان و میکرورایون های 46 تا 64 پایتخت
آب آشامیدنی دادن نمی شود. شکایت ساکنان این است که آب در خانهشان روزانه خیلی کم می آید و یا تماما نیست و باشندگان طبقه های بالای بیناهای بسیار آشیانه مجبورند برای آبکشانی به خانه های طبقه های زمینی مراجعت کنند. مقامات اداره آب تامین کنی کوشش می کنند مشکل را جدی نشان ندهند. کمبود آب را در سطح ناچیز می گویند، ولی واقعیت این است که هزارها ساکنان که میانشان کودکان و پیرانسالان و بیماران کم نیستند باید از بی‌آبی اذیت شوند. برات یوسفی از یک محله بی‌آب دوشنبه گزارش می‌دهد. با آغاز فصل گرما ساکنان چند از محله‌های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه‌های بلند آشیانه شکایت دارند. برخی میگویند در منزل‌های از طبقه دوم بالا حتی در روز ساعت‌ها بی‌آب میمانند. آیامی اومدگی ما که همین دو ما میخیله هر تویستون مدا وابشه آب نیست. ما سال پیش در 4 اتاج بودم موتور داشتم خیلی ها زیادسته به آبی را یکم فرومگی خیلی شکرانه خدا یکم دا آب هست نه که 3 و 4 وابشه 3 تویستون آب نیست. نه من سال 98 در همین دوم زندگی میکنم همین پرابلم همین آب اینجا هست. چند ساعت تماما همین روزانه نیست. یکم مکد میو یکی دیگه نیسته. بعد چه میکنی؟ خیلی تو خیلی میکنیم با خیلی با چی میکنیم؟ تو یک دیشه خیلی با یکون هم سویمون یکون جو میاریم. ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکل به آبی رو حل میکنند. آب نداریم. من و چی لباس شویم و ماشین که ما گرم کنیم و آبشه کار نمیکنه. چند تا شدی واسه؟ قریب یک ماه شد. تابستان. اوه. بعد چه میکنی؟ مثلا وقت چه حال میکنی شما؟ و من همین یک وقت میبرم قطع بچه پر میکنیم و همه خلوای میکنیم وقت چیکار کنیم دیگه؟ بعد میرسیم مثلا آدمی که کودکدار باشه. اوه آدمی کودکدار همین وقت کودکای قشلاق فرستادن گفتم خرابتون به حاضر آدم کنتون بیتون. میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله‌های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند. نپور ایسوی چی پاس میشه که این فصل گرما رو ببینیم که همه استفاده برای داره کم ترک شروع درکات و هم چهارم وشونو داول شور بلند کنیم تا اوج کمتر میشه. ای خیلی بیم که بی‌آبی خیلی در نهایت سینا تنقیصی بی‌آبی نیست. اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کاریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود، یکی از دلایل کم‌آبی در محله‌های شهر دوشنبه که از آب‌های زیرزمینی آب می‌گیرند این است که سطح خود آب‌های زیرزمینی پست شده است و پایگاه‌های آبکشی نو و علاوگی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کم‌آبی و بی‌آبی در محله‌های 32، 33، گلستان، 46، 61، 63، 64 و دو طرف خیابان نعمت قربایف از بهار امسال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه این کم‌آبی‌ها را با زیاد شدن طلبات به آب در تابستان ربط می‌دهند ولی از روی دست گرفتن اقدام مشخصی برای رفع این مشکل نیز نمی‌گویند. مشکلی دسترسی به آب در پایتخت تاجیکستان در حالی است که این شهر در چند سال اخیر میزبان بزرگترین نشست‌های جهانی برای حل مشکلات آب در سیاره است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. روز جمعه گذشته در بینای سفارت افغانستان در مسکو پرچم حکومت طالبان برافروخته شد. همین طریق حکومت جنبش تندگرای اسلامی که در ماه آگوست سال 2021 افغانستان را تحت تصرف قرار داد برای اولین بار همچون حکومت رسمی این کشور اعتراف کرده. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو و کابل امکانات خوبی برای رشد روابط دوجانبه دارند و روسیه به افغانستان در تحکیم امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیگر کمک خواهد کرد. در همین حال تاجیکستان که حکومت طالبان را اعتراف نکرده است و گروه افراطگری مستقر در افغانستان را یک تهدید ارزیابی میکند، به این اقدام روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ موضوع را همکاران عملیشیر ظریفی و دیگران پیگیری کردند. در تاجیکستان اعتراف طالبان از طرف روسیه به حیث حکومت رسمی در افغانستان واکنش‌های گوناگونی را به بار آورده است. این پیش از همه مسئله ژئوپلیتیکی است، چون که روسیه با امریکا هم رقیب خودش مناسبت میکند و با سبب آنکه طالبان
عاملی از بین رفتن یا که از افغانستان از آسیای مرکزی رفتن امریکایی‌ها شدند. از این نقطه نظر و خلاصه آمدن ممکن است که روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی‌ها بود و طالبان را از این سبب دستگیر میکنند. کارشناس قاسم بیگ محمد میگوید روسیه به این عقیده است که بعد به رسمیت شناختن طالبان حداقل نقش و جایگاه مهمی را در آسیا پیدا خواهد کرد، اما در سطح بین الملل طرفداری زیاد نخواهد یافت. به احتمال زیاد پس از این اقدام روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی نیز اقدام مشابه را انجام بدهند، اما نکته مهم و کلیدی این است که آیا چنین اقدام باعث تغییر وضعیت در افغانستان خواهد شد و به صورت کلان در سطح بین المللی دیگر کشورها خاصتاً قدرت‌های تاثیرگذار طالبان را به رسمیت خواهند شناخت. من فکر نمی کنم که در چشمانداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدام را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک‌های خاصتاً مالی که به طالبان انجام می‌دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد. قبلا در روسیه طالبان را چون گروه تروریستی می‌دانستند، ولی ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را قبول کرد که اجازه داد این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه هم این کار را کرد و روسیه همین طریق اولین کشور شد که حکومت زیر رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از کشورها این گروه همچنان افراطی محسوب می‌شود و کسی هم آنها را رهبران قانونی افغانستان نمی‌شمارند. نظر تحلیلگران افغان دیگر است. باور من است که روسیه می‌خواهد جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم در افغانستان میگشاید در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته میخواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگ‌های استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عملکرد آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود. مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودش شناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد. طالبان ماه اوگوست سال 2021 دیگر باره قدرت را در کابل به دست گرفتند و برای نقض حقوق بشر، محدود کردن فعالیت زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین المللی سخت انتقاد می شوند. و یک خبر خویشاوندان نسیمه صوفیشوی و یک از کارمندان سابق میلیسا از ناحیه رشتقلعه میگویند پس از استرداد او از روسیه به تاجیکستان در ماه گذشته تا حال دربارش هیچ خط و خبری ندارند. صوفیشوی و سال 2005 در شعبه کارهای داخلی ناحیه رشتقلعه کار میکرد و سپس به مهاجرتی کاری به روسیه رفت. یک منبع از خاروق بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی برای آن از روسیه درخواست استرداد نسیمه صوفیشویوه را کردند که او را در یکی از ویدیوهای پیشین از همایش اعتراضی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه دیدند. صحیفه پامیر اینسایت در خارج تاجیکستان نوشته است نسیمه صوفیشویوه را پلیس در مترو مسکو بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمود. و بینندگان عزیز، برنامه امروزه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه آزادی سهم‌گذار شوید. خدا نگهدار.